بچه‌ها سلام. میخوایم این جدول اعداد رو با هم دیگه کامل کنیم. بچه میبینیم که در سمت چپ خونه اول عدد 1 نوشته شده. بچه بعد از عدد 1 چه عدده؟ باریکلا عدد 2. پس اینجا می نویسیم عدد 2. خب دو رو نوشتیم. بعد از عدد 2 چه عددی هستش؟ 3 4. خب بچه این خونه خالی باید چند بنویسیم؟ قبلش 4 بود. 4 5. باریکلا. حالا عدد 5 رو هم اینجا می نویسیم بچه. خب حالا بعد از عدد 5 بچه عدد 5 رو اینجا نوشتیم. حالا بعد از عدد 5 چه عددیه؟ حالا از اول خونه ها رو میخونیم بچه. اعداد رو با هم بخونیم از سمت چپ. 1 2 3 4 5 6. پس عدد 6 رو باید توی این خونه بنویسیم. خب 6 رو نوشتیم بچه ها. 6 7. بچه ها بعد از عدد 7 چه عددیه؟ حالا از اول بخونیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. باریکلا. اینجا توی این خونه بعد از عدد 7 باید 8 رو بنویسیم. بچه ها 8 رو نوشتیم اینجا. خب ببینیم خونه بعدی چه عددی باید باشه. دوباره از اول بخونیم اعداد رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و عدد بعد 9. باریکلا باهوشم. خب بچه ها عدد 9 رم نوشتیم. خب حالا عدد بعدی چند میتونه باشه؟ یه خونه خالی دیگه داریم. باید از اول با هم دیگه بشماریم بچه ها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بچه خونه آخری عدد 10 هستش. حالا عدد 10 رو اینجا با هم می نویسیم. خب بچه ها عدد 10 رو با هم نوشتیم. حالا میخوایم شعر اعداد رو با هم دیگه بخونیم بچه ها. 1 یه خط راسته. 2 سرش براسته. 3 دندونه داره. 4 مثل آچاره. 5 مثل گلابی. 6 گردن درازه. 7 دستا به بالا. 8 دستا به پایین. 9 یه گردی داره. 10 یه بچه داره.